نگارش فارسی چهارم دبستان صفحه 76. درس 13. لطف حق، املا و واژه آموزی. تمرین 1. با توجه به جای نشانه های هر کلمه مانند نمونه کلمه بسازید. منزل که مادر، سنگر، آرزو و جلیل. خب میگیم منزل مادر، میذاریم. خب سنگر، آرزو، ز رو اینجا جا میذاریم. جلیل، ل. خب طوفان، حالا براش میتونیم این کلمه ها رو پر کنیم. کلمه اول که ت اولش باشه، مثل توصیف، میگیم توصیف طوفان. خب یه کلمه دیگه که حرف دومش و باشه میشه سوزان. حالا یه کلمه دیگه که حرف سومش ف باشه مثل متفکر. یه کلمه 5 حرفی دیگه که حرف چهارمش آ باشه مثل فرمان. یه کلمه 5 حرفی دیگه که حرف آخرش ن باشه مثل طغیان. خب نوشتین بچه های گلم؟ خب تمرین 2. کلمه هایی را که یکی از نشانه های ه دارن از متن درس پیدا کنید و بنویسید. ه مثل گفته، نگاه، گاهور، گناه، رودها، نوح، رهی، میدهیم، رهرو، به، تنها، مهر و بنده. حالا کلمه هایی رو که با ه مثل ساحل، حسرت، وحی، حکم، حق و سطر، این دوتا ه رو دیدیم. یکیش کلمه هاشو پیدا کردیم، بعد رفتیم سراغ اون یکی ه. کلمه های اون رو هم تو جدول بنویسیم.